همانطوری که میدونید برنامه دریچه منبری است برای موحدین و یکتاپرستان عزیزی که خرافات و شرکیات رو ترک کردن و برای یکتاپرستی و توحید گام نهادن. یکی از این عزیزان پاورپوینت زیبایی رو آماده کردن و مدتها قبل برای ما فرستاده بودن که در این برنامه فرصت رو مناسب دیدیم که این رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. مطالب خیلی زیبا و جالبی رو ایشون جمع آوری کردن و میشه گفت که دلگفته است که واقعا از قلب این بیننده عزیز برخواسته و اگر با تعقل و با تفکر به این مطالب ما گوش بدیم ما رو به سوی یکتاپرستی راهنمون میشه. با هم شروع میکنیم. در ابتدای برنامه این پاورپوینت زیبا رو من برای شما عزیزان میخونم و همچنین احمد آقای عزیز کارگردان برنامه اگر بتونن این تصاویر زیبایی رو که ایشون تهیه کردن نشون بدن همزمان با این که من مطالب رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال: چرا باید فقط الله بگوییم؟ دلیل قانع کننده برای کسی که به خدا ایمان دارد و از آخرت خود میترسد. فرض کنید که امامان علیهم السلام صدای ما را میشنوند و توانایی دارند که حاجات ما را برآورده سازند. سوال: امامان بزرگوار چقدر علم داشتند؟ آیا از علوم پزشکی آگاهی داشتند؟ آیا از علوم زمین و آسمان اطلاعی داشتند؟ آیا علومی که ما از آن بی بهره ایم آنان ازش آگاه بودند؟ سوالاتی که واقعا سوالات عقلانی است که هر انسانی باید اینو از خودش بپرسه. خیلی از مسیحی ها، یهودی ها، کمونیست ها با همین پرسش هایی که از خودشون پرسیدند راه یکتاپرستی و راه اسلام رو پیدا کردند. الله سبحانه و تعالی ما و شما رو با فطرت سالم با توحید و یکتاپرستی خلق کرده. یعنی در روز ازل که انسان ها خلق شدند و همه بشریت از آدم تا روز قیامت هرچه انسانی که در این زمین به دنیا آمده و خواهد آمد همه اینها به وحدانیت الله سبحانه و تعالی اقرار دارند. الله سبحانه و تعالی را می پرستند. الله سبحانه و تعالی را به یگانگی قبول دارند و به همین چیز اعتراف کردند. به همین دلیل است ببینید وقتی که یک مشرکی، یک کافری، یک مسیحی، یهودی، کمونیست وقتی به دین اسلام مشرف میشه و خیلی از خواننده ها، خیلی از بازیگران فیلم، خیلی از انسانهای فاسق و فاجری که هدایت شدند میگویند که همون شب اولی که مسلمان شدند اون آرامش روحی و اون احساس خوبی رو که حس کردن در طول زندگی با وجود اینکه میلیون ها میلیارد ها پول داشتند، بهترین امکانات زندگی براشون آماده بوده، اما این آسایش و آرامش روحی رو که در شب اول هدایتشون احساس کردن در طول زندگی بهش نرسیدند. همیشه به دنبال سعادت بودن، کار میکردن، زحمت میکشیدن، پول به دست میآوردن، اما سعادت نداشتن، چون سعادتمندی با پول به دست نمیاد.
یک انسانی شاید میلیاردها داشته باشه و هزاران کیلومتر املاک هم داشته باشه، در بهترین قصرها هم زندگی بکنه، اما سعادتمند نیست. سعادتمندی در این است که انسان به اون فطرت سالمی که الله سبحانه و تعالی با اون فطرت ما رو خلق کرده و آفریده باز بگرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هر مولودی، هر نوزادی، کل مولود یولد علی الفطره، هر نوزادی، هر کودکی با همون فطرت سالم اسلامی، با همون فطرتی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده آفریده میشه. میگه پدر و مادرش یا اون رو یهودی میکنن، یا نصرانی میکنن، یا مجوسی میکنن و به گمراهی میکشانند، در حالی که این کودک و این نوزاد با همون فطرت سالم به دنیا میاد. این پدر و مادر هستن، این جامعه است که طرف رو یهودی میکنه، رافضی میکنه، مسیحی میکنه، کمونیست میکنه. اما همه انسان ها با همون فطرت سالم به دنیا میان و هر موقعی که انسان برگرده به همون فطرت سالمش، به همون فطرتی که الله سبحانه و تعالی ما رو بر اون اساس خلق کرده، این انسان احساس آرامش و آسایش میکنه. دوستان عزیز، اگر این آیه مبارک رو نشون بدن در سوره روم آیه 30، در اینجا ببینید که چه زیبا الله سبحانه و تعالی به ما بیان میکنه که فاقم وجهک للدین حنیفا، پس روی خود را با حق‌گرایی و اخلاص به سوی دین الله سبحانه و تعالی بیاور. این دین الله سبحانه و تعالی چی است؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، این همون فطرت سالم الهی است که الله سبحانه و تعالی مردم را بر آن اساس آفریده است. لا تبدیل لخلق الله، در آفرینش الله سبحانه و تعالی هیچ تغییر و دگرگونی نیست. ذلک الدین القیم، این است دین استوار، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن بیشتر مردم نمیدانند. این همون فطرت سالمی است که الله سبحانه و تعالی بشریت رو بر اساس اون آفریده، فطرت توحید و یکتاپرستی و خداشناسی. و گفتیم که جامعه است که انسانها رو به سوی گمراهی و به سوی بدبختی میکشانه و هر وقت که انسان دوباره برگرده به همون فطرت سالمش، احساس سعادتمندی و خوشبختی میکنه. به همین خاطر میبینید که خیلی از کسایی که ایمان میآورند، شاید در کلیپ ها دیده باشید، کلیپی که از شیخ یوسف استیس ما بارها پخش کردیم، تازه مسلمان ها وقتی که شهادتین میگن گریه میکنن، اشکاشون جاری میشه. این گریه ناراحتی نیست، این گریه خوشحالی است و همچنین گریه حسرت است. حسرت بر اون روزهایی که گذشته، حسرت بر اون روزهایی که در گمراهی و بدور از فطرت سالم بشری زندگی کردن و اشکهای شوق و خوشحالی است به خاطر اینکه دوباره برگشتن بشی به همون فطرت سالم بشری. و همیشه انسان‌ها در طول زندگی یک نوع جدال و درگیری بین فطرت سالم و نفس اماره به سو در بدن انسان هست. هر انسانی که مرتکب گناهی میشه، شما تصور نکنید در اون لحظه یا بعد از گناه احساس خوشحالی میکنه. هر چقدر انسان گمراه هم باشه، شما بپرسید از آدمکشا، دزدا، شرابخورها،
انسانهای فاسق و فاجر. بگید آیا بعد از ارتکاب گناه احساس لذت میکنی؟ قسمش بدید که آیا دچار عذاب وجدان نمیشی؟ با نفس خودت درگیر نیستی؟ حتی میگن همین فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی، شب که میرفت تو بستر خواب میخوابید، خودش با نفس خودش با وجدان خودش درگیر بود. میگفت تو که هیچی نیستی، اینجا که دیگه تو اتاق خوابت درها بسته است، کسی تو رو نمیبینه، تو که خدا نیستی، چرا علیه ادعای خدایی میکنی؟ این همون فطرت سالمی که در اصل وجود داره. حتی با فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی با اونم درگیر بود. پس این سوالاتی که این بیننده عزیزمون طرح کردن در این مطلب زیبا، همین سوالات عقلانی، سوالات فطری است که انسان‌ها همیشه باش درگیر هستند. امامان بزرگوار چقدر علم دارن؟ آیا از علوم پزشکی آگاهی دارند؟ از علوم زمین و آسمان اطلاع دارند؟ آیا علومی که ما از آن بی بهره ایم آنان ازش آگاه بودند؟ فرض می‌کنیم آنان از غیب آگاه بودند و علم به علوم پزشکی و دانش روز ما دارند. اینو فرض می‌کنیم، یک فرض محال. سوال فطری است: آیا خداوند داناتر است یا امامان؟ سوال خیلی جالبیه. فرض میکنیم که امامان روزی میدن، امامان فرزند میدن، امامان کمک میکنن، این پیرها انسانها رو کمک میکنن، انسانها رو میبینن، اینایی که دجالانی که به اسم دین خودشون رو در جامعه جا زدند، اینا همه این ادعایی که میکنن دارند. سوال خیلی ساده: خداوند از اینا داناتر است یا اینها از خداوند داناترند؟ یک سوال فطری است. جواب: اگر جواب شما این است که امامان، پس گفتگوی ما در اینجا به پایان میرسد. اما اگر جواب این است که الله سبحانه و تعالی داناتر است، پس با هم ادامه میدیم. اگر کسی اعتقاد داره که امامان از الله سبحانه و تعالی داناتر هستند، همینجا تلویزیون رو ببندند و برن دنبال کارشون. ما با اونا حرفی نداریم، چون این انسان‌ها عقل خودشون رو تعطیل کردن، ایمان خودشون رو تعطیل کردن، الله سبحانه و تعالی رو بازنشسته کردن. والعیاذ بالله. دیگه چیزی برای الله سبحانه و تعالی نمانده. وقتی کسی از الله داناتر باشه، کسی از الله قادرتر و تواناتر باشه، پس نیازی به الله نیست. کسی دیگری هست که از او داناتر، از او قادرتر، از او تواناتر میتونه مشکلات بشریت رو حل بکنه. در ادامه می نویسن که من مریض شدم و در بستر بیماری هستم. ایمان دارم که امامان می توانند مریضی مرا شفا دهند و مرا از این درد نجات دهند. سوال اینجاست: آیا برای شفا خواستن باید از بستر خود او را به فریاد بخوانم یا باید به زیارت مرقدش بروم تا شفا بگیرم؟ سوال فطری، سوال عقلانی جالبی است. اگر از بستر خود او را به فریاد بخوانم، پس چه نیاز است این همه پول هزینه کنم تا به زیارتش بروم و مقداری پول را به درون بارگاهش بیندازم، حالان که او از حاجت من آگاه است؟ جالبه، پرسش های عقلانی و فطری جالبیه. اگر شما در بستر بیماری بگید که ای امام رضا منو شفا بده، اگر امام رضا قادر بر این است که شما رو در بستر بیماری شفا بده، پس باید این دکانی که درست کردن در مشهد بسته بشه، 4 دورش رو دیوار بگیرند، مردم به شکل به اصطلاح بیسیم از هر گوشه دنیا با امام ارتباط بگیرند و حاجتاشون رو بخوان، امام هم حاجتاشون رو برآورده بکنه. نیازی نیست که شما از زاهدان مثلا بندرعباس، از یزد، کرمان، کردستان پاشید برید امام رضا. این همه راه، این همه خرج به خاطر چی؟ که اونجا برید شفا بگیرید. مادامی که امام رضا صدای شما رو در خونه میشنوه، در بستر بیماری میشنوه، دیگه نیازی نیست که به قبرش برید. سال دیگه: ای کسانی که به زیارت امام رضا به مشهد سفر کرده اید یا به نجف و کربلا و یا به سایر اماکن، با خود بیاندیشید و حساب کنید که چقدر پول هزینه کرده اید. در این سفر چه سختی ها دیده اید. حساب کنید. یه ماشین حساب بردارید، شما 5 نفر بلند شدید از تهران رفتید مشهد، بلیط هواپیما یا قطار یا مصرفی که با ماشین شخصی رفتید، اونجا
در هتل، در مدتی که در مشهد بودید، همه اینا رو بسنجید، همه اینا رو برآورد بکنید، ببینید شما چقدر خرج کردید. حساب کردید؟ اگر حساب کردید بیاندیشید که با این پول می توانستید مشکل برادرتان، همسایه‌تان، دوستتان، فامیلتان را حل کنید، یا اشک یتیمی را پاک کنید، کودکی را لباس بپوشانید. شاید بپرسید خب من مریض بودم و برای شفای خودم به آن نیاز داشتم. اگر تا اینجا با من ادامه داده اید، پس از کسانی هستید که باور دارید امامان دانا به غیب هستند، اما خداوند از آنان داناتر است. سوال: اگر شما مریض شوید به پزشک عمومی رجوع می کنید یا به پزشک متخصص؟ سوال جالبیه. مسلماً اگر پول داشته باشید عاقلانه این است که به متخصص رجوع کنید، اما اگر نداشته باشید ناچار به پزشک عمومی رجوع می کنید. مطلب زیباییه. شما اگر که پول داشتید، وارد بیمارستان شدید، میگید بهترین دکتر متخصص، به اون مراجعه میکنید تا که سریعاً از این بیماری که به اون مبتلا هستید شفا حاصل کنید. اما اگر که پولتون کم باشه، میگید بیمارستان‌های عادی میرید، درمانگاه‌های عادی میرید، به پزشک عمومی مراجعه میکنید به اندازه همون پولی که دارید، یا اصلا شاید پول ویزیت دکتر نداشته باشید، مستقیم میرید داروخونه میگید من فلان بیماری دارم به من دارو بده. نمیخواید که پول خرج بکنید برید دکتر معاینه کنه و مصارف جانبی دیگری که وجود داره. در ادامه می نویسند که من مریض هستم و باور دارم که امامان قدرت شفای من را دارند و از طرفی باور دارم که الله داناتر از همه انسانها و انبیا و امامان است. شما به من بگویید چی کار کنم؟ خیلی جالبه. از یک طرف باور داره که الله داناتر از همه انسانها و انبیا و امامان است. از یک طرف هم باور داره که امامان قدرت شفا را دارند. شما به این آقا بگید که ایشون چی کار کنند؟ آیا بار سفر ببندم و هزینه سفر را متقبل شوم و سختی سفر را بپذیرم و به زیارت امامان مثل امام رضا علیه السلام، همان پزشک عمومی، به مشهد برم تا حاجت من را برآورده کند و مرا شفا دهد؟ یا همینجا در بستر بیماری بدون نیاز به هزینه و سختی راه دستم را بالا ببرم و الله، یعنی همان پزشک متخصص، به او پناه ببرم و بگویم یا الله، به راستی که بیماری بر من غلبه کرده ولی تو ارحم الراحمین هستی. ببینید این سوال خیلی جالبیه، یعنی که عقلهای خفته رو بیدار میکنه. الله سبحانه و تعالی ولله مثل الاعلی، ما عزیزمون که این رو آماده کردن خب مثال زدن برای اینکه قابل درک باشه برای بشر. الله سبحانه و تعالی، شما تصور بکنید پزشک متخصص که درمان همه دردها در نزد اوست، از همم داناتره، از همم عالمتره، از همم قادرتره، تواناتره، و هرچی هم که دلش بخواد میگه کن فیکون، بگه بشو میشه، تأخیر نمیکنه. از یک طرف امام رضا، امام علی، فلان پیر، خواجه غلطان ولی، سخی جان، نمیدونم فلان جان، امامزاده قلقلی، امامزاده عین و غین، امامزاده بیژن، حضرت معصومه، حضرت عباس، حضرت ابوالفضل، اینا تصور کنید پزشکای عمومی هستن، درمانگاه هایی که پزشکای عمومی در اون مطب باز کردن. شما به سراغ کی میرید؟ پزشک متخصص که از همه داناتره، یا به سراغ پزشک عمومی؟ اگر که انسان عاقل باشه میگه که خب پزشک متخصص خیلی بهتره. به همین دلیل است که الله سبحانه و تعالی
به ما میگه که دوستان اگر نشون بدن این صفحه رو، میگه که وقال ربکم، و پروردگار شما فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. سبحان الله. خودتون اعتراف دارید که الله داناتره، تواناتره، عالمتره، قادرتره. همه صفات خوبی رو که شما تصور میکنید برای یک امام، بی نهایت بیشتر از امام رو الله سبحانه و تعالی داره، چون الله خالق همین امام هست. همین الله به شما میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. عده میگن نه، خب الله خواسته، منتها ما مثل اون آخوندی که ما کلیپش رو بارها پخش کردیم میگه که یا علی یا الله بدون یا علی شرک است. یا آخوند دیگه میگه که من از خدا مستقیما نمیخوام ولو که خدا بده، من از ابوالفضل میخوام. سبحان الله. اینا همون کسانی هستن که تکبر میکنن، سرکشی میکنن از عبادت الله سبحانه و تعالی، چون الله سبحانه و تعالی وقتی ما رو خلق کرده دوست داره که ما از او بخواهیم، دوست داره که به ما عطا بکنه، دوست داره که ما اون حق بندگی رو ادا بکنیم. به خاطر همین میگه که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. همانا کسانی که از عبادت من سرکشی میکنند به زودی با خواری به جهنم وارد میشوند. کسانی که الله رو ترک میکنند و از غیر الله میخوانند با کله وارد جهنم میشوند. این است تفسیر و ترجمه این آیه. کسانی که ذات اقدس الهی رو رها میکنند، کسی که قادر هست، توانا هست، خالق هست، رازق هست، همه این کائنات در اختیار است، این رو رها میکنن و به سراغ بنده‌ای میروند، ولو اینکه نبی باشه، ولو اینکه رسول باشه، ولو اینکه امام باشه، ولو اینکه پیر باشه، ولو اینکه درویش باشه، ولو اینکه ملنگ باشه، اینها با کله وارد جهنم میشن. چرا؟ چون نافرمانی الله رو کردن. گفته ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. مانند کسی که الله گفته نماز بخوان، این نخوانه، گفته روزه بگیر، این نگیره، گفته حج بکن، این نکنه. اگر شما این عبادت ها را انجام ندید مرتکب گناه شدید، اگر انکار بکنید کافر شدید، اگر انجام ندید مرتکب گناه کبیره شدید. اما الله سبحانه و تعالی میگه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی تنها گناهی رو که نمیبخشه اینه که شما از غیر الله بخواهید. این تنها گناهی است که الله نمیبخشه. کسی دیگری رو به الله سبحانه و تعالی شریک قرار بدید، این گناهی است که الله نمیبخشه. غیر از این هر گناهی که انسان بکنه اگر الله سبحانه و تعالی بخواد و برای هر کسی که بخواد اون رو میبخشه. در اینجا این بیننده عزیزمون کلیپی رو گذاشتن که نشون میده قدرت الله سبحانه و تعالی. ببینید در این کلیپ جایگاه ما رو در جهان نشون میده که ما در این کوکبی که زندگی میکنیم، کره زمین، با این امکاناتی که الله سبحانه و تعالی برای ما قرار داده، ما از چه جایگاهی برخوردار هستیم در کهکشان ها، در آسمان ها. جهان بزرگه، خیلی. شما از این ور تا اون ور دنیا بخواید برید ساعت ها، روزها طول میکشه. اما این کوکبی که ما در اون زندگی میکنیم یکی از 8 سیاره است که الله سبحانه و تعالی در منظومه شمسی قرار داده
و این منظومه شمسی و این کواکبی که وجود داره، این آفتاب و مهتاب و زهره و مریخ و مشتری و زحل، همه اینها شما تصور بکنید. من اینجا استوب بزنم این رو. این به اصطلاح همون کهکشان راه شیری که بهش میگن، که زمین و خورشید و همه این چیزی که ما با چشم میتونیم ببینیم، چیزی که ما با چشم خودمون میتونیم شبها ببینیم، همه اینها اینجا تصور بکنید. این جایی که این موس من داره حرکت میکنه، شما تصور کنید شاید در این قسمت ها کره زمین باشه با منظومه شمسی و با همه به اندازه مکانی که شما با یه خودکار، با نوک خودکار این نقطه‌ای بذارید اونجا. در بین این همه میلیاردها ستاره و سنگ‌های آسمانی و کواکب و اجرامی که وجود داره، زمین و منظومه شمسی که ما در اون زندگی میکنیم مانند یک نقطه‌ای که ما با خودکار بذاریم روی این عکس، شاید از اونم کوچیک‌تر. ادامه رو ببینید. و این کهکشان راه شیری و همه این ستاره ها و کواکبی که وجود داره، یکی از میلیاردها کهکشانی است که در آسمان وجود داره. به این عکس توجه بکنید. این نشون میده که الله سبحانه و تعالی چقدر قدرت داره، چقدر عظمت داره و ما یک نقطه ناچیزی هست. دوستان نشون بدن این کهکشان و منظومه شمسی که ما در اون زندگی میکنیم یک نقطه کوچیکی است در این بحر اقیانوس پرتلاطمی که میلیاردها ستاره دیگر و کهکشان دیگر در اونجا وجود داره. توجه بکنید چقدر انسان کوچیکه، چقدر این منظومه شمسی که ما ببینید حدود 100 میلیارد کهکشان وجود داره که اگر ما میلیاردها سال عمر بکنیم و دستگاهی بسازیم، فضاپیمایی بسازیم که بتونه حرکت بکنه در بین این کهکشان ها، اگر میلیون سالم عمر بکنیم، 10 میلیون سالم عمر بکنیم، از همین کهکشان راه شیری نمیتونیم خارج بشیم. این جهان ماست، جهانی که در حدود 100 میلیارد کهکشان، این چیزی که حدس زدن علما حقیقت نیست، حقیقت خیلی وسیع‌تر و بزرگتر از این چیزاست. تمامی ستارگانی که شب‌های تاریک و بدون برق در آسمان تماشا می‌کنید فقط قسمتی از کهکشان راه شیری است که می‌توانید مشاهده کنید. این سیستم بزرگ در این سایز بزرگ رو الله سبحانه و تعالی ساخته. آیا قادر نیست که توی انسانی کوچیک رو شفا بده؟ آیا به خاطر شفا دادنتون نیاز داره که کسی دیگه کمکش بکنه؟ سوالی که این بیننده پرسیدن، دوستان اگر نشون بدن، آیا امامان قادر هستند چنین سیستم بزرگی رو بسازند؟ امام میتونه چیزی رو بسازه؟ جهان ما که حدود 100 میلیارد کهکشان دارد، آیا فکر میکنید که قدرت امام به همین خاتمه مییابد؟ من باور دارم شما هم به این که الله از همه موجودات داناتر است و او بهترین شفادهنده است باور دارید. آیا سزاوار است که خدایی به این بزرگی در کنارمان هست و ما در کارهایمان از غیر از او یاری بجوییم و غیر از او را صدا بزنیم؟ در اینجا سوال کرده این بیننده عزیزمون که آیا امامان قادر به خلق پوست نازک هسته خرما هستند؟ الله سبحانه و تعالی در این آیه میگه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم الله ربکم
له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است. این است الله پروردگار شما. فرمان روایی، مالکیت از آن اوست و کسانی را که به جای او میخوانید یا غیر از او میخوانید هم وزن پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. بارها گفتیم خرما رو مردم میخورن، هستش رو میکارن، پوست نازکی که روی هسته خرما هست نه میکارن و نه میخورن. الله سبحانه و تعالی همین چیز ناچیز که به دردم نمیخوره، همین رو نمیتونن غیر از الله هر کی که باشه خلق بکنه. و در اینجا این تصویر زیبا رو آماده کردن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اونجا در آیه که گذشت قطمیر، ما یملکون من قطمیر، مالک پوست نازک هسته خرما نیستند. در این قطمیر هست، پوست نازکی که وجود داره روی هسته خرما، و این فتیل هست مانند فتیله چراغ، خیلی باریک و نازک روی هسته خرما هست، و این نقیر یک نقطه‌ای که رو پشت به اصطلاح هسته خرما هست. در قرآن کریم همه اینا رو مثال زده. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا آنها بهره از فرمان روایی و حکومت دارن؟ پس در این صورت به اندازه همون نقطه‌ای که روی هسته خرما هست به مردم نمیدادند. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. آیا به کسانی که خویش را پاک میشمارند ننگریسته؟ چنین نیست، بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک میگرداند و به قدر نخ روی هسته خرمایی ستم نمیشوند. الله سبحانه و تعالی به هیچ کس ستم نمیکنه، ظلم نمیکنه. الله سبحانه و تعالی به بنده خودش ظلم نمیکنه، حتی ولو که به اندازه اون نخ باریک روی هسته خرما هم باشه. در پایان این بیننده عزیز نوشتن که من فقط الله را میخوانم، چون همیشه و همه جا با من است و کسی نمیتواند مرا از عذابش برهاند، و اگر مرا دوست داشته باشد باور دارم کسی نمیتواند مرا آسیب برساند. و شما هر کسی را دلتان خواست بخوانید، اما دوست گرامی پایان هر دویمان این است. امیدوارم که خود را برایش آماده کنید. این تصویر یک قبری است که پایان کمونیست، مسیحی، یهودی، شیعه، سنی، هر انسان، بودایی، هندی، پایان همه انسان ها این قبر است. قبر تنگ و تاریک که نه در اونجا امام رضا در کنار توست، نه امام علی در کنار توست، نه پیر باره در کنار توست، نه ملنگ و صوفی در کنار توست، نه پیر طریقت در کنار توست، نه مرشد و معلمت در کنار توست، نه پدر، نه مادر. هیچ کس در اونجا در کنار تو نخواهد بود. در این قبر تنگ و تاریک تنها چیزی که به درد شما میخوره توحید است، یکتا پرستی است. الله هست که در اونجا به درد شما میخوره. امیدوارم که خود را برایش آماده کنی. دیر یا زود بدان داخل خواهی شد. پس بیندیش، شاید حقیقت چیز دیگری باشد. آری، بیندیشید. ما نمیگیم چشم و گوش بسته هر چی که ما گفتیم قبول بکنید. بیندیشید. افلا تعقلون، افلا یتدبرون. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بارها ما را به تفکر، به تدبر، به اینکه فکر بکنیم از عقلی که الله سبحانه و تعالی به ما داده استفاده بکنیم و در راه
رسیدن به توحید و یکتاپرستی کافی است که انسان از عقل خودش کار بگیره. و در این مورد من یک آیه‌ای رو خدمت شما عزیزان نشون بدم در اینجا. اینجا الله سبحانه و تعالی دوستان اگر این آیه رو نشون بدن، وضعیت انسان رو در روز قیامت به تصویر میکشه. قیامت یکی همین که انسان مرد قیامتش برپا میشه، و یکی قیامت دیگر که قیامت عظما هست که در روز موعود همه انسان ها میمیرن و دوباره زنده میشن در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. چرا میگن کسی که مرد قیامتش برپا میشه یا قیامت صغرا هست؟ دقیقاً همون حالتی که در روز قیامت عظما به انسان ها رخ میده در انگامی که شما از دنیا میرید، همین حالت بهتون رخ میده. الله سبحانه و تعالی در اینجا خیلی جالب میگه که یوم یفر المرء من اخیه، روزی که انسان از برادرش میگریزد، و امه و ابیه، و از مادرش و از پدرش میگریزد، و صاحبته و بنیه، و از زنش و فرزندش نیز میگریزد. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. در آن روز هر کس گرفتار همون کار و مشغولیت خودش هست. همین الان که ما از دنیا بریم، همین نزدیکانی که امروز 100-200 دوری ما رو تحمل نمی کنند، همین پدر و مادر و همسر و خواهر و برادری که یک روز باشون تماس نگیرید، ازشون دور باشید، دلواپستون میشن، همین ها چیکار میکنن؟ آقا زود باشید کفن آماده کنید، زود باشید تماس بگیرید که آمبولانس بیاد ببره. چرا اگر یک شب دیگه شما رو تو خونه نگه دارن، از بوی گندتون کسی نمیتونه تو اون خونه زندگی بکنه. همین همسرتون که این همه شما رو دوست داره، در اون روز میگه زودتر ببرینش. شاید به زبان نگه، اما همه ببینید که یکی میره دنبال کفن، یکی میره دنبال قبرکن، یکی میره دنبال مردشور، یکی میره دنبال آمبولانس، یکی میره دنبال آماده سازی به اصطلاح مدارک و اوراقی که ببرن طرف رو دفن بکنن. و همینایی که عزیزترین شما هستن خیلی شما رو دوست دارن، روزانه 10 مرتبه صدقه و قربونتون میشن، همینها برای این که اجر و پاداش بگیرن 1-2 بیل خاک میریزن رو سرتون. دیده باشید تو قبرستان نزدیکترین انسان هایی که به انسان خیلی نزدیک هستن، برادر، پدر، دوست خیلی نزدیک، میگه برای ثواب 1-2 بیل خاک بریزم روش. دقیقاً وقتی که قیامت میشه همین وضعیت هست. از اون حول دمیدن در سور و برپا شدن قیامت همه از همه فرار میکنن. برادر از برادر، از خواهر، از پدر، از مادر. آیاتی که در مورد قیامت هست شما در قرآن بخونید، خیلی جالب به تصویر میکشه این صحنه ها رو. حتی مادر کودک شیرخوار خودش رو رها میکنه. همین مادر مهربانی که امروز ببینید چقدر برای فرزندش محبت داره، کودک شیرخوار خودش رو رها میکنه. هر کس به فکر جان خودش هست که خودش رو نجات بده. قبل از اینکه قیامت صغرا بیاد، قبل از اینکه این نزدیکترین انسان‌ها نتونن برای شما کاری بکنن و همه زودتر میخوان شما رو دفن کنن، ببرن بندازن تو قبر که برید زودتر، هیچ کس به درتون نمیخوره. میلیاردها پولی که جمع کردید، هزاران هکتار زمینی که جمع کردید، طلا و جواهرات و تجارت و کسب و کاری که دارید، یک قران، به قول پیرمردا، یک قرانش هم نمیتونید با خودتون ببرید. یک تیکه پارچه سفید، اونم اگر میسر بشه، برای همه میسر نمیشه. هواپیما سقوط میکنه، طرف اصلا زنده و مردش گم میشه، در دریا غرق میشه، نهنگا میخورنش، آتش سوزی میشه، اصلا خاکستر میشه، استخواناش هم پیدا نمیکنن. این که کفن هم نصیب انسان بشه، این خوشبختیه، برای همه میسر نمیشه. از همه این دنیا انسان با 2 تیکه پارچه سفید، قیمتش شاید از
چند تومنی هم تجاوز نکنه این دنیا رو ترک میکنه. نه مرجع تقلید به درد میخوره، نه آخوند به درد میخوره، نه حکومت ها به دردت میخورن، نه لشکرها به دردت میخورن، نه این دوست و رفیق و خانواده و پدر. هیچ کس به درد انسان نمیخوره غیر از اعمال صالح خود انسان. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به من، به شما عزیزان، به همه مسلمان ها حسن خاتمه نصیب بکنه که از دنیا موحد و یکتا پرست بریم و الله سبحانه و تعالی رو آنطوری که امر کرده در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده پرستش کنیم.